سلام بچه ها، چطورید؟ اومدیم ماینکرافت و تازه اینو دوباره ریختم. حتی پاکش کردم دوباره ریختم. دوستان باید اولین کاری که میکنیم درخت. اوی بچه ها فالو بکنید برسیم به 50 نفر. چیزی بذارم پخش زده باسد یه گفتم به مندو اسکره بگردم مندو اسمتو مکا سامنا من سنگلی با اینو با بسه مثلا گیر دادم خود آهنگ. اولین کاری که میکنیم به گنده نمیخوام بچه ها باید بریم چوب بکنیم. تون سهور پتادا نگو سورا چوب بده. بچه یه بار ویدیو هم با رفیقمون میذاریم اش میکنیم. من توی سرور نه تو سرور رفیقم ببخشید بچه مریضم. ببخشید بچه این رفیقم بغلمه بهش گفتم ساکت باشه ویدیو آروماش خوب باشه. آقا زیاد نکن داشتون میخنده بچه میخنده کامنتو ادبش کن بابا نکن. اصلا نمیدونم این صدا را بشنید ببخشید. خودم آهنگ عاشق این آهنگا. بچه این کالاف پلیگر این کالاف هم بازی میکنه ولی ماینکرافت هم میزنه. کسایی که ماینکرافت پلیگرن تو کامنت ها بنویسن که ماینکرافت پلیگرن. کالاف پلیگرا تو کامنت ها بنویسن ماینکرافت پلیگرا قلب نه آره قلب قرمز بذارم ماینکرافت پلیگرا و داشت قد کمش کن. حتی ببخشید ماینکرافت پلیگرا قلب قرمز بذارن با کالاف پلیگرا قلب سیاه بذارن. از قلب سیاه بذارن اگر کالاف پلیگری قلب سیاه ماینکرافت پلیگری قلب قرمز. ببینم چی میبره که بهتره. میشه قطعش اتبالم دوست داره. بچه این داره کجایی؟ تمرینا. خب بچه ها در خونه همون بودم. ببخشید اینقدر صدا میاد این رفیقمه برام میخواد چیز کنه میخواد اذیت کنه نذاره من ویدیو بگیرم. آقا بچه
ببخشید بچه ها. ببخشید بچه ها، این یه بار دیگه بیادید رو میزنمش. رفتش لابی. خب بچه ها 8 دقیقه بشه ویدیو قطع تمام میشه بچه. بچه این مریض شده. احمد موسودو خب ببخشید بچه این کار نمی کنه. بچه اوهد اوهد صداشو گم کن. ده تا بچه بالا بیده داداش چطوری؟ بخش بچه ها حرف نمیزنم مثلا ما این حرف نمیزنم. آمیگا ما بخشی بچه ها آقا اینجا خونه خود آها خب بچه بچه ببخش بچه کمک
بچه من میخوام در بیام در بیام بچه دیگه اینجا نمیمونم ولی بعد از اینکه آهنه که نه کسی مشتبه؟ چیزایی که با ارزشه رو میذارم این تو خاک با ارزش نیست ولی سنگ هست کلا مسئله ای که نمیخوام رو میذارم تو چیز سوال نیازه توچم نیاز قلب نیاز الان نیازن اینا خیلی هم نیازن خب هشتی کنیم اگرچه هدف ویدیو فولارال شدنه ولی هدف ویدیو این نیست و اینکه پورتال نداره بسازیم و بریم تو ندر و چالش رو تمام میشه ولی میخوام یه چند قسمتیش کنم بچه باید اینجا چون ندادش منطقی با این که رفت بچه ببخشید حرف نزنم ببخشید رفیقم اومد خب بچه الان 2 تا چیز برو ساخت بابا بچه ببخشید